حمید. بعد از الله بترسه. کدام الله؟ ربه که مالک متصرفی تو. این امی آدم است. امی آدمی که قرض گرفته، این باید از الله خود بترسه. الله مالک متصرف. سیسته که من امروز زورم نمیرسه، پس از پیشت گرفته نمیتونم، اما ذات مالک متصرف وجود داره. روزی فرا میرسه که از تو میگیره. خب این گرفتن با سخت گرفتن است. پیغمبر علیه السلام از صحابه سوال کرد مفلس هم میشناسه؟ صحابه گفتن مفلس کسی است که چیزی نداره در زندگی خود، طعام میگه پا چیزا نداره. پیغمبر علیه السلام میگه نه، نشناخته. مفلس کسی است که در روز قیامت آورده میشه، دارای اعمال نیک هست، اما یکی را دشنام داده، دیگر اذیت کرده، دیگر را مالش خورده، دیگر را ظلم کرده. این آدم دیگه چیز نداره که برای از او بده. همین نیکی های از یاد تقسیم میشه، دو 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 دا آخر یک نیکی به این آدم باقی نمیمانه. خلاص اینی را آدم مفلس میگه در روز قیامت، که عمل نیکی که سبب نجاتت است در اونجا و سخت برش ضرورت داری، خب این را مردم از پیشت بگیره و تو در میدان باقی بمانی. اینی را مفلس میگه. این مردم چون به قرآن ننشستن، امروز هر نفر که میبینی شکایت داره، حتما پولش یکی چی کرده؟ برده، دزدی کرده، یا قسم خورده، یا خدا گم کرده، یا آدرسی خدا از بین برده. اینی کارا را کرده. علت چیست؟ عقیده وجود نداره در قلب. هیچ نمیگه که ما پیش الله تبارک و تعالی رفته نیست. بیا نه، امروز پول از پیشم میگیره، در روز قیامت عمل نیکی مرا، روزه مرا میگیره، نمازی مرا میگیره. این قدر درک بکنه. از امو خاطر است که امروز اینمی حالات در بین مردم روان است، حق تلفی و حق خوری. ولا تکتموا الشهاده. بله، الله تبارک و تعالی حیثیت یک برادر مؤمن، حیثیت آبرویش، حیثیت مالش چقدر پیش الله تبارک و تعالی قدر و قیمت داره، چقدر رفعت و بلندی داره. شما خبر داری؟ اونجا دو موضوع را الله بیان کرده بود، تحمل و ادای شهادت. الله فرمان داده بود که در وقتی برداشت شهادت هم حاضر شوی، ایده خود بانه وانه نکنی که این یک موضوع است فیصله میشه تو بعد شاهد شوی. امی قسم در ادای شهادت هم بعد ایلو بانه نکنی. خب بله، او آدم هم لحاظ تو را بکنه که بری تو اذیت و ضرر نرسه. چرا؟ در برداشت و در تحمل و در ادای شهادت هم زنده کردن حق یک برادری کی بود؟ مسلمان. یک روی دیگه هم اینم اینجاست که تو خو رفته ای در صحنه شاهد جور شده ای، آلی باز در صحنه حاضر میشه که شاهدی بدی، لیکن شاهدی را پنهان میکنی، حقایق نمیگی. الله باز برات میگه ولا تکتم الشهاده، شهادت شما پنهان نکنی. دیده ای واقعه اینمی قسم تیر شده و در پنهان کردن شهادت تو حق مسلمان پایمال میشه، ضایع میشه. الله تبارک و تعالی برات میگه شهادت پنهان نکنی. در هر موضعی که حق یک مسلمان دیدی که تلف میشه و تو اونجا شاهد هستی، ندادی شهادت یا پنهان کردی شهادت، گناه کبیره کردی. قرآن کریم میگه و من یکتمها فانه آثم قلبه، کسی که شهادت پنهان میکنه یقینا قلبی از او گناهگار است. همیشه دلسوزی از چی میشه؟ از دل و روح میشه. شفقت و مهربانی از دل و روح میشه. یک کسی که آبروی یا عزت یک مسلمان از صمیم قلب میشناسه، او آدم است که برای زنده کردن حق از او پای لچ میکنه و حتما میگه که اینم مظلوم باید چی شود؟ بگویم مورد ظلم قرار نگیره، مظلمش پس باید ادا شود. اگر کسی دمی طور موقع شهادت نمیده، الله میگه قلبی از این گناهگار است، این شفقت نداره، این حیثیت و آبروی برادر مسلمان خود درک نکرده. از او خاطر والله بما تعملون علیم. الله به هر چیزی که انجام میده علیم است. یک کار برای چی انجام میدی؟ به خاطر رضای الله، برای از اینکه برادر مسلمانم حقش تلف نشود تو کار انجام میدی یا پنهان میکنی؟ الله آگاه است. قطعا محاسبه داره. در روز قیامت با همگی نمیتونه محاسبه میشه. الله اکبر. ولا تکتم الشهاده، شهادت شما پنهان نکنید. اگرچه اینجا در بحث مسئله دین است، اما مفهوم قرآن عام است. شما خبر داره که شهادت کدام چیز است؟ شهادت پرد نکنه. عالم محترم در کدام مسجدی که امام هستی و مردم میبینی با چشمی سر که در قبر رفته و از پیشش طلب داره، در سر منبر بیان بکن.
مردم دیدی که اون زنا به نام نظر بیبی دیگچه پخته میکنه، مردا به نام حسین و به نام سخی نظرا را میگیره، در سر منبر بیان کو ولا تکتم الشهادت. چشم دیدی خدا که در اونجا میبینی، ایره پنهان نکو، ایره بیان کو که مردم درک بکنه. این شهادت است. وکیل در پارلمان مقرر میشه، رئیس جمهور مقرر میشه، رأیی که شما میدی این رأی یکی امانت است، یکی شهادت است، یکی وکالت است. این رأی 3 حیثیت داره. چند؟ 3 حیثیت داره. وکالت است، از خود وکیل میگیری. وکیل کسی را میگیری که یقینا در میدان مبارزه سخنران است، مقابله داره، غیرت داره، متدین است، از حق تو دفاع کرده میتونه. اینطور کسی انتخاب بکنی، چرا وکیلیت است. یک. دوم امانت است. امانت ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. قومیت لحاظ نمیکنی، تنظیم لحاظ نمیکنی، منطقه و جغرافیا را لحاظ نمیکنی، مذهب لحاظ نمیکنی، هیچ کدام از این لحاظ نمیکنی. چی را لحاظ میکنی؟ دین و عقیده را لحاظ میکنی که کی اهلیت از این داره. اگر خلاف رأی دادی، شهادت پنهان کردی، در امانت خیانت کردی و این شهادت هم است. تو در بین شاهدی میدی که در بین 10 نفری که انتخاب شده، کدام کسی را که من میگم که اینی قابلیتی است، امی وظیفه و عهده است، شاهدی دادی یا نه؟ شاهدی دادی که این اهلیت داره. اینجا اگر تو غلط شاهدی دادی، نفر از نگاه دین طول نکدی، اما تو در جای دیگر رأیت انداختی، شهادت پنهان کردی، به نزد الله تبارک و تعالی مسئول است. این آیت قرآن تو را میگیره. ولا تکتم الشهادت. جناب معلم صاحب، استاد مکتب، بدانی پارچه شاگردی تا که گرفتی، مطابق ابو سوالا جوابا ارائه شده، نمره ندادی یا اضافه دادی، شهادت پنهان کردی. این شهادت است. پس پارچه شاگرد که پیش میشه، این شهادت معلم است. معلم شاهدی میده که شاگرد لیاقت اینی که نمره نداره و پیش روی تا آمده در نظرت، خود تو سوال به خاطر بچه کاکا و بچه ماما یا تو فگک برات آورده، یک کمی او را چلی پاگک میکنی یا خود نوشته میکنی، اضافه میکنی، برای از او حل آمده. امروز کلی معاملات ما همی قسم تیر شده. او را چی میکنی؟ ارگانایی که سندا داده رایسته به مردم از دروغ، این مردم به پیش الله پیش میشه، به پیش الله پیش میشه. شاهدی دروغ داده، یک روز هم مکتب نخوانده، چوپانی کرده، امروز سند 12 را داره، 14 را داره، 16 را داره. تو شهادت پنهان کرده ای. اینطور فکر نکنی که بیا مالی یک رقم میکنیم. نه، در دین خود پابند باش، لحاظداری نکو. کسی را مقرر میکنی در مکتب روان میکنی که حیاتی اولاد مردم تباه کردی. خود چوپان است بیچاره، خود نمیفهمه و او را معلم برای اولاد مردم روان کردی. یک خیانت نکردی، تو گرفتی ملت ذبح کردی، اولاد مردم ذبح کردی که علم حاصل نکرد. کسی که علم حاصل نکنه حیثیت چی را داره؟ مردنه. تو میفهمی که چقدر خیانتی بزرگ مرتکب شده. قرآن امیر میگه ولا تکتم الشهادت. شهادت شما پنهان نکنی. یک موضوع نیست. کسی از پیش مشوره طلب میکنه، دخترش 2 نفر طلب داره، یکی بچه کاکایت است، یکی بیگانه. خب دیندار است بیگانه، خب خانواده، خب اخلاقی، خب حیثیت و وزن داره، اما بچه کاکایت ولی میگی نه و قدر کدام خاندان نیست. شهادت چی کرد؟ پنهان کرد. برادر مسلمانم در این امور کلشی شهادت است را پنهان نکنی. خاص به خاطر رضای الله قدم بگذار و این گپا را در نظر بگی. اگر کسی پټ میکنه و من یکتمها فانه آثم قلبه، قلبی از مریض است، گناهگار است، تشخیص نمیتونه که حق شهادت کی داره و حق یک مسلمان چه قسم زنده شود. والله بما تعملون علیم. الله به آن چیزی که شما انجام میده مکمل عالم است. الله اکبر. معلم صاحب کدام طرف میری؟ در دنیا خو بچه کاکایت یا بیادرزادی تولد را جور کردی، در آخرت چی جواب داری؟ ها؟ کدام جواب میدی برش؟ ایرا معلم ها هیچ گناه نمیدانه. مردم ما ای رای که میده هیچ گناه نمیدانه. اول خو در کدام نظام تو رای میدی؟
آیا همین انتخابات عمومی در اسلام هست یا نه؟ این پدیده غرب است یا نه؟ یکی از جمله قوانین دموکراسی یا قوانین اسلام است که تو برای ازی تن بدی. این گپا خو کس سوال نمیکنه. مست و ملنگ میگرده میگه من مسلمان هستم. در کجا مسلمان هستی؟ در کدام جز مسلمان هستی؟ تنها در نماز؟ در دیگه جز مسلمان هستی؟ سوال کردی که من این کار بکنم نکنم، این کار درست است یا نه؟ مراجعه نکردی. فقط در چی مسلمان هستن؟ در وضو کردن و نماز. در توی مسلمان نیستن، در مرده مسلمان نیستن، در رایگیری مسلمان نیستن، در همکاری کافر مسلمان نیستن، در ولا و برای کافر مسلمان نیستن. بس مسلمان در کجا هستن؟ در وضو کردن و نماز خواندن. این مسلمان اینطوری اسلام نمی باشه. پیشتر کردیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، مکمل در اسلام داخل شد. هر جزید بعد صدای اسلام بزنه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص در اختیار الله تبارک و تعالی است. اونجا بر ما گفت که هر کردار شما را الله میدانه، حالی وسعت ملک و اختیاراتش الله بیان میکنه. لله، خاص در اختیار الله است ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان است و ما فی الارض آن چیزی که در زمین است. کل ملکی الله است، کل معبود چیست؟ عبد الله، بندگان الله است، مملوک الله است، بندگان الله تبارک و تعالی است و مخلوق الله است. همه مخلوق است، الله خالق است. مخلوق با خالق برابر شده میتونه؟ قرآن خو میگه هر چیزی که در آسمان و زمین است در ملکیت الله قرار داره. مخلوق است، مملوک است. پیغمبر است، اگر ملک است، اگر جن است، اگر انس است، اگر ولی است، اگر صحابی است، کلگی محتاج به الله است. او تو میگیری مخلوق که عاجز به الله برابر میکنی. ان تبدو ما فی انفسکم، عالی وسعت علم خدا بیان میکنه. پیش گفته بودم کل صفات الله در چند صفت راجع میشه؟ یکی علم محیط و یکی قدرت کامل. همه اختیارات از کیست؟ قدرت کامل از الله تبارک و تعالی. معامله میکنه قطعی تو، محاسبه قطعت میکنه. اینطور فکر نکنی که امروز هیچ کس نیست، مرا نمیبینه، کی از پیشم بازخواست میکنه. الله وجود داره. دوم، یک چیز هم از الله پوشیده نیست. و این تبدو ما فی انفسکم، اگر شما شکارا میکنه آن چیزی که در نفسای شما است، او تخفو یا میپوشانی، یحاسبکم به الله، حساب میکنه الله با آن چیزی که شما در دل گرفتی. الله بعد از او الله اختیار داره، کسی الله را مجبور کردن نمیتونه. نازدانه و گلدانه پیش الله وجود نداره، نیسته. فیغفر لمن یشاء، بخشش میکنه الله به کسی که میخواه. کسی که لیاقت یزیره داره که بخشش برشوه، از نیت و ارادی و بنده خود الله میدانه، لیاقتش الله میدانه که لیاقت بخشش هست یا نه. و یعذب عذاب میده من یشاء، کسی را که الله بخواه که کی مستحق عذاب است. الله چون علمش محیط است، الله قدرت کامل داره، او میدانه کدام بنده قابل مغفرت و کدام بنده قابل عذاب. والله، فکر نکنی که این قدر مخلوق چه قسم حساب میشه، چه قسم جزا داده میشه. والله علی کل شیء قدیر، الله بر تمام چیزا قدرت داره. مفسرین دو نظر داره. یک تعداد مفسرین میگه مسائل مداینه تیر شد پیش، مسئله کاتب نوشتن، شاهد گرفتن، ادای شهادت، این کل گپا الله میگه که در کل گپا الله اگر شما در نیت و ارادهتون چی گپاست در این معاملات الله از پیشتان خبر داره. قطعتان معامله میکنه. چرا شهادت پنهان کردی؟ چرا در ادای شهادت حاضر نشدی؟ چرا در تحمل شهادت حاضر نشدی؟ چرا دعوای نقض کردی؟ چرا در گیروی زیادت کردی یا ظلم کردی؟ کلش کل معاملات الله تبارک و تعالی خبر داره، قطعی تو محاسبه میکنه. لیکن قول راجح است سوره بقره در اختتام است. احکام متنوع مربوط زندگی، معاملات، فرهنگی، سیاسی، کلش تیر شد. عقیدوی الله تبارک و تعالی میگه این معاملات خصوصا مسائل خانواده، زنا شوهری خیلی زیاد تیر شد، خصوصا مسائلی که تعلق با ایتام داشت و مردمایی که خیلی مظلوم بودن، دسترسی در هیچ جای نداشتن. بدانه که الله محاسب است، حساب قطعتان میکنه. اینطور فکر نکنی که قطع ما حساب نمیشه. سایست به یک چلو ول از پیش ما حقی مرا گرفتی، زمینی مرا زیر آوردی، مختلف نیرنگ زدی، اما پیش الله رفتنیستی قطع تو یکه یکه حساب میکنه. در قلبت که کدام اراده است. ان تبدو ما فی انفسکم، اگر آشکارا میکنه آن چیزی که ما چیز
او عقیده، او نیت، او اراده، کدام چیزی که در قلبت میگرده. اگر تو اشکارا میکنی، اگر پنهان میکنی، الله قطعت محاسبه میکنه. بعضی مفسرین میگه که آیت منسوخ شد. چرا؟ صحابه کرام وقتی که آیت شنیدن آمدن پیش پیغمبر علیه السلام گفتن یا رسول الله، الله تبارک و تعالی امرای ما محاسبه میکنه و هیچ انسانی نیست که در قلبش یک نوع خدشه وسوسه تا و بالا نشوه، خطور نکنه. اگر الله قطعی او گپ و خیالات ما را محاسبه بکنه، کل ما غرق و هلاک هستیم. پیغمبر علیه السلام صحابه را میگه برای شما مناسب نیست که گپا را بزنی. شما وقتی که آیت الله را، حکم الله را میشنوی، بگوی که سمعنا و اطعنا، شنیدیم بالکل اطاعت کردیم بسر و چشم. یهود واره نشوی که سمعنا و عصینا بگوی. نه، از او خاطر الله وقتی حالت دید، آیت دیگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و آیت روان کرد و آیت منسوخ شد. از او خاطر یک نظری مفسرین نیست این آیت منسوخ شده. نه، نظری دوم ای راجح است. این آیت منسوخ نشده. اعمال دو قسم است. یکی اعمالی است که توسط اعضای خارجی انجام داده میشه، یکی عملی است که توسط قلب انجام داده میشه. ایمان تعلق به چی داره؟ به قلب داره، به قلب. توکل اعتماد بالای الله در چی تعلق؟ در کجاست؟ در قلب. امید از الله در چی است؟ خوف از الله در چی است؟ این امور است که تعلق به قلب داره. از دو خاطر الله محاسبه به عمل قلب میکنه. او این عمل قلب اختیاری است، اینطور نیست. یک. دوم است که اینجا پیش ما و شما تیر کردیم، بحث انفاق فی سبیل الله بود. انفاق بود، کسی به ریا، کسی به سمعت، کسی پشتش منت و احسان میگذاشت، کسی اذیت میداد و کسی در راه الله مصرف میکرد. الله میگه عمل که انجام میدی تعلق به نیت داره. عمل خوب بیرون انجام داده میشه، لیکن اونجا نیت کدام قسم نیت است؟ خودنمایی است یا رضای الله تبارک و تعالی؟ الله قطعا محاسبه میکنه. عملی تا میبینه به اعتبار قلبت که در قلبت چی نیت کرده ای. اگر رضای الله ثواب برد میده، اگر خودنمایی باشه دیگه چیست؟ مکمل از بین میره. از او خاطری منسوخ نیست. در حدیث هم چیست؟ پیغمبر علیه السلام میفرمه که الله تبارک و تعالی چی کرده؟ معاف کرده از امت ما آن چیزی را که نفسای از یا چی میکنه؟ بیان میکنه، پیدا میشه برش. و در حدیث دیگه است اگر کسی قصد به گناه میکنه، تا وقتی که گناه را انجام نداده الله گناه نوشته نمیکنه. خب که انجام داد گناه را یک گناه نوشته میکنه. او کسی که قصد نیکی میکنه به مطلق قصد نیکی یک چیز نیکی نوشته میشه که انجام بده. باز چند نیکی؟ ادنایش 10 نیکی است، دیگه زاید هر چیزی است. پس دو قسم چیزاست در قلب. یکی عزم راسخ یا اراده و همت برش میگیم، یکی خیالات نفسانی است که گاهی در دل آدم خطور میکنه. در خیالات نفسانی که در دل خطور میکنه غیر اختیاری است، الله ما را نمیگیره. اما آن چیزی که اونجا خوب تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا بکنه، اونو را دیگه الله تبارک و تعالی محاسبه میکنه. یک زنه ناگهان در نظرت خورد، خوب در ذهنت همینطور شیرین آمد، حالی پس از او باز در قلب دور دور نمیدی، همونطور رفت، در او الله محاسبه نمیکنه. اگر نیکی حالی در قلب دور دادی، حالی در صدد عزیزتی که چطور ما دیگه عمل انجام بدم، یعنی باز ببینم چه قسم رابطه پیدا کنم، این به اختیاری توست. و این را هم میگه و این را اراده قوی میگه، عزم راسخ میگه. از او خاطر دی تو چی میشی؟ محاسبه قطعت میشه. از او خاطر آیت منسوخ نیست. الله تبارک و تعالی اشاره کرد که ای انسانا قطعی شما محاسبه کرده میشه، هر چیزی را که پنهان کرده یا آشکارا کرده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. سوره بقره که شروع شده بود با تفصیل متقین شروع شده بود. متقین کسانی بود که اول سرش ایمان به الله به غیب داشت. آخر سورم به تفصیل ایمان ختم میشه. ایمان چی را میگه؟ آمن الرسول بما انزل، تفصیل میکنه ایمان. پیش تشریح ایمان در اول براتان کرده بودم. دستخط الله میکنه بالای کی؟ بالای ایمان پیغمبر و ایمان کسی که همراه پیغمبر است. ما بار بار سر یک موضوع بسیار تاکید داریم. کدام موضوع؟ موضوعی که مردم کتابای تاریخی خشک‌تر خوانده و در مقابل صحابه کرام آنقدر بغض و دشمنیشان پیدا شده که هیچ پرسان نکو. و یک تعداد مردم که دشمنان صحابه است، همچو کتابا را و همچی تبلیغات خواب رونق زیاد داده رو ایسته. امروز مردم ما بیچاره آگاهی نداره
معاویه رضی الله عنه را دودش نام میده، لعنت میگه. از صفحه تلویزیون در شان معاویه رضی الله عنه لعنت گفته شده، دمی افغانستان و کابل تان است. این بر میخوره به عقاید ما. جزء عقیده ما است که ما صحابه را به چی یاد میکنیم؟ به نام نیک یاد میکنیم. نزاها و تشنجات صحابه را میسپاریم به کی؟ الله تبارک و تعالی. بنابر خطاهای اجتهادی بوده، هر چی که کرده الله قطعش محاسبه میکنه. از همون خاطر امام شافعی رحمت الله علیه میگه وقتی از پیش سوال شد از تشنجات صحابه، گفت او موضوعاتی است که الله تبارک و تعالی شمشیر ما را از خونی از ما چی کرده؟ پاک نگاه کرده. ما زبانای خودم از گفتگو در شان از ما چی میکنیم؟ پاک نگاه میکنیم. علم نداریم، علم دقیق نداریم، موضوعی خیلی واقعی برای ما بررسی نشده، چطور فیصله کنم در حق یک صحابی؟ نمیتونم فیصله. لیکن قرآن کریم یک جای نه، در چندین جای برای ما آدرس میده که صحابه کدام مردم است. اینجا برای ما آدرس میده. چه رقم آدرس میده؟ چه رقم ایمان پیغمبر و صحابه را الله دستخط کرده، مهر مانده که او ایمان بوده. خصوصا که سوره بقره کدام احکام تیر شده، پیغمبر و صحابه در این اول نمره بوده. قرآن خود شاهدی میده، الله شاهدی میده. آمن الرسول، ایمان داره پیغمبر به ما، به آن چیزی که انزل الیه نازل کرده شده به سوی پیغمبر، من ربه از جانب پروردگارش، والمؤمنون، مؤمنا در زمان پیغمبر علیه السلام کلش به آن چیزی که سر پیغمبر نازل شده ایمان داره. ایمان صحابه را کی بگوی شاهدی میده؟ الله شاهدی میده. خب امروز فرقه های گمراه مردم در کدام حالت واقع کرده؟ صحابه را چه قسم فکر میکنه؟ با صحابه چی میگه؟ طعن و لعن گفته رایسته. باز تو ملا صاحبام میری دمو مجلسش که بالای صحابه لعن گفته میشه، بالای عمر لعن گفته میشه، تو جناب مولوی و ملام رفتی دمونجا تقریر هم میکنی قطع از وا، تایید هم میکنی جلسهشه، مجلسشه، کارشه، کردارشه. ملا صاحب تا را دیده این مردم فکر کرد که والا این فرقم حق است، دخترای خدا برش داده رایست، خیشی کرده. بیا دیگه در روز قیامت جواب بگونی. قرآن صحابه را میگه ایمانش تایید میکنه، و کسی که صحابه را لعن میگه تو میری قطع از وا و چیست دوستی میکنی، خوش آمستی. به خاطر چی؟ 300 افغانی میگیری یا 200 یا 400 یا 5؟ چقدر میگیری؟ الله رحم بکنه. ما از کی گله بکنیم؟ عوام بیچاره را چی؟ و کسایی که قرآن میخوانه، حدیث میخوانه، کتاب عقیده خدا میخوانه، ما احسان صحابه را هیچ پوره کرده نمیتونیم. آنقدر صحابه سر ما منت گذاشته که هیچ پرسان نکو این دین توسط کی بر ما رسیده؟ این تشریع دین پیغمبر کی بر ما کرده؟ جنبه عملیش کی بر ما نقل کرده؟ وقتی که صحابه را از بین ببریم خود دین مکمل از بین رفته، سند از بین بردیم. چطور شده میتونه که ما با صحابه نعوذ بالله طعن و لعن بکنیم؟ او تو جناب مولوی باز، تو جناب دکتر صاحب مولوی صاحب از صفحه تلویزیون میگی که نکاح پروا نداره در بین اردویشان. تو شرایط نکاح چی است؟ یک شرط نکاح، آیا نکاح مشرک میشه؟